چی شده؟ با زندگی دعوام شده، خودش حریفم نشد، غماشو فرستم. تو سیگاری نبودی؟ دکتر، زندگی از یه جایی به بعد فقط توش صدا فندک میاد. میدونی شدی دوست محبوب من هیچ وقت فرزند محبوب نبودم، هیچ وقت نوه محبوب نبودم، هیچ وقت دانش آموز و دانشجوی محبوب برای استادام نبودم، هیچ وقت اولویت کسی نبودم، هیچ وقت دوست صمیمی کسی که فکر میکردم دوست صمیمیمه نبودم، اما هیچ وقت نقش بازی نکردم، همیشه خودم بودم. ولی اونا خانوادم فکر میکنن همه چی رو در مورد من میدونن، اما اونا نمیدونن که خیلی وقت حس خوشحالی و شادی رو از دست دادن. اینجوری نکن، از بین میری. دکتر، ما هر سال از تاریخ سال روز مرگمون رد میشیم بدون این که اون روزو بشناسیم.